سلام و درود به تمام دوستان و عزیزان. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم باشین. من مهدی هستم. بیشتر از 20 ساله که کارگری میکنم. یه مطلبی به ذهنم رسید، گفتم با شما عزیزان در میون بذارم. روی صحبتم با کارفرماهای عزیزه. کارفرماهای عزیز سرمایه اصلی توی هر پروژه، شرکت، کارخونه، کارگاه فرق نمیکنه. سرمایه اصلی کارگرها هستن. هواشون رو بیشتر داشته باشیم، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی سنگین که دیگه هممون میدونیم یه جورایی دوچارش هستیم. با یه تشویق کوچیک، با یه دلگرمی، تمام اون انرژی که شما میذارید برای کارگر برمیگرده به تولید خوده، برمیگرده توی چرخه کار، باعث میشه اون تولید، اون روند بهتر انجام بشه. حتی با یه تشویق ساده. چرخه زندگی مشخصه. شما هر جور انرژی بدی، با هر دستی بدی، با همون دستم پس میگیری. پس باور کنید هرچی بیشتر انرژی بذارید، هرچی بیشتر احترام بذارید به کارگر، اون روند بر میگرده توی زندگی خودتون و باعث میشه هم کارگر شرایط بهتری داشته باشه، امیدوارتر باشه، هم چرخه تولید، چرخه کار بهتر و قوی‌تر به چرخه. ازتون ممنون میشم بیشتر به این موضوع توجه کنین، نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. ما خودمون باید حواسمون به خودمون باشه، مخصوصا که الان توی شرایط واقعا سختی هستیم. بیشتر آدمای این مملکت از قشر کارگر هستن و آسیب پذیر هستن. ممنون میشم ازتون که نگاه بهتر و عمیق‌تری داشته باشیم به این موضوع و به همدیگه کمک کنیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم و به همدیگه احترام بذاریم. کوچیک همتون هستم، مهدی. خدا نگهدار.